از صدای فریاد ارباب رعشه افتاد به تنم. نفس تو سینم حبس شده بود و مامان کنار ارباب قد علم کرد. ماجان شوکه شده یک قدم عقب نشینی کرد. چی میگی پسر؟ گل آفتاب زن صیقه‌ای منه. کسی حق نداره بهش دست بزنه. سهراب! خان دوباره فریاد زد. ماجان برگردین تو اتاقاتون تا تکلیف اونو صبح روشن کنم. با دست به میمنت اشاره زد و میمنت وارفته خیره پوزخندی بود که گوشه لب مامان نشسته بود. واقعا مامان زن ارباب بود؟ نمیتونستم باور کنم. همین الان تا 10 دقیقه دیگه کسی رو ببینم اینجا آفتاب نزده از عمارت پرتش میکنم بیرون. بابا! با جلو اومدن نریمان دوباره همه به پا شد. بعد حرف میزنیم نریمان. الان برو تو اتاقت. نریمان سرخ شده بود و احساس میکردم هر آن ممکنه از گوشاش دود بزنه بیرون. با لحنی که هیچ موقع ازش ندیده بودم داد زد. این زن نصف شب تو اتاق شما چی کار میکنه؟ پسر مواظب حرف زدنت باش. من پسرتم خان. گل آفتاب هم زن منه. زن شما؟ چرا مخفی کردی؟ از کی ترس داری که نگفتی به بقیه خان؟ من از کسی ابایی ندارم پسر. اگه داشتم سینه سپر نمی کردم بگم گل آفتاب زن منه. نریمان سری تکون داد. نه خان، این رسمش نیست. آفتاب نزده هم خودم میرم از این عمارت هم مادرم رو میبرم. چی؟ ارباب با لحن تهدیدگونه‌ای رفت جلو که نریمان مقتدر سر جاش وایستاد. اون زن محرم تو نیست خان. میخوای بگی من با یک زن نامحرم؟ آره خان، آره. خفه شو پسر. فردا این خبر به گوش رعیت من بخوره میدونی صبح کله سحر چه قیامتی به پا میشه در این عمارت؟ گل آفتاب صیغه منه. ماجان عصاشو به زمین کوبید و گفت منم ترکت میکنم شیرم و حلالت نمیکنم سهراب. اگه بخوای این زن رو نگهش داری. من و میمنت و نریمان میریم از این عمارت. آسیه گفت من و بچه هامم میایم. به این راحتی هم نیست خان. فردا اول صبح این خبر رو تو آبادی پخش میکنن. مگه اینکه بخوای بگی همین الان این زن رو مجازاتش کنی. ناریه زیر لب گفت نه. خان مستحصل شده بود و حرفی نمیزد. نریمان مقتدرتر از همیشه سینه سپر کرد و گفت چی کار میکنی خان؟ این زن رو میندازیش تو انباری تا فردا تکلیفش روشن شه یا اینکه همین الان ما بریم؟ این زن من پسر. من مادرم رو میبرم. نریمان از خان رو گرفت که با صدای خان رو از تنم رفت. خیلی خوب باشه. نگاهم رفت رو صورت بهت زده مامان و خانی که ناچار گفت فردا راجبش حرف میزنیم. این زن باید تا فردا تو انباری باشه. برای خودت میگم خان. ببین رعیت تو. با دست به ما اشاره زد. ببین دارن در گوش هم چه پچپچایی میکنن. دهنشون بسته نمیشه مگر اینکه ثابت کنی این زن خودشو انداخته تو اتاقت. ناریه با زیر لب گفت نمیشه. خواست بره جلو که دستشو گرفتم. چیزی درست نمیشه. فقط خرابتر میشه. چی میگی نارگل؟ میخوان بکشنش. ناریه دوید جلو که همه حواسا بهش پرت شد. چی کار میکنین؟ الان خان میگه مادرم زنشه. میگین خودشو به زور انداخته تو اتاق. کی باور میکنه؟ نریمان رو به ما داد زد. کی باور میکنه گل آفتاب خودشو انداخته تو اتاق خان؟ به پشت سرم نگاه کردم. در عین ناباوری همه با ترسی که تو چشمشون نشسته بود یکی یکی دستاشونو میگرفتم بالا. خان ناچار و درمونده عقب کشید و از بین فریادهای ناریه و گریه‌هاش مامانو رد کردن و بردن سمت انباری. ناریه همونجا نشست که رفتم طرفش. نریمان همه رو فرستاد برن اتاقاشون با کلی تهدید راجع به خفه شدنشون و حرف نزدن بابت امشب. نارگل میکشنش. اشکامو پس زدم و سعی کردم بلند شم. نمیکشنش. مامان زرنگه. وقتی انقدر راحت گوش داد به خواستشون بدون کاری میکنه. ظاهراً از حرف من دل خوش کرد که گفت راست میگی. آره راست میگی.
سایه ای افتاد رومون و سرمو بلند کردم و به نریمان نگاه کردم. برین اتاقاتون. فردا تکلیف شما دوتا هم روشن میشه. ناریه رو از رو زمین بلند کردم و خیلی احمقانه نگاهم رفت سمت نکیسایی که الان همه امیدم بود. ظاهراً نریمان متوجه شد که بلند و با خشم داد زد: نکیسا، برو داخل. هیچ کس حق نداره سمت انباری پیداش بشه. بره اون سمت، جای خودش امشب تو استبل اسباس. مشتی، حواست باشه. چشم آقا جان. برین. با فریادش تکونی خوردیم و ناچار برگشتیم اتاقمون. باورم نمیشد. تو چند لحظه همه چیز به هم ریخت. سر شبی مامان خوش و خورم بود و الان میمنت. ناریه تا صبح گریه کرد. عوض اینکه اون منو دلداری بده، من دلداریش میدادم. به حرفم ایمان نداشتم. اما بازم امیدی بود که مامان کاری کنه. چون مامانی که من میشناختم هیچ وقت به این راحتی عقب نمیکشید. حتما نقشه‌ای داره. حتما. تا سپیده صبح خواب به چشمام نیومد و ناریه انقدر کل شب و گریه کرد که بالاخره خوابش برد. شایدم غش کرد. از اتاق زدم بیرون اما خبری نبود. عمارت تو سکوت بود و ظاهراً همه خواب بودن. خصوصاً میمنت که دیشب یک خواب با خیال راحت داشته. رفتم سمت انباری و از دور به مشتی و صادق که کنار انباری بودن نگاه انداختم. کنار در اتاق نشستم. هوای سرد و سوزی که دم صبح داشت لرزه انداخته بود به تنم. نگرانیم هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد. فقط آرزو می کردم خان هر تصمیمی بگیره الا کشتن مامان. حکم زنی که با نامحرم بخوابه چیه؟ سنگسار. واقعا خان اجازه میداد مامانو سنگسار کنن؟ اگه حتی 1% این اتفاق می افتاد چی؟ اگه این اتفاق می افتاد تکلیف من و ناریه چی می شد؟ عمرن دیگه نمیتونستیم تو این عمارت و آبادی زندگی کنیم. پس تنها راه نجاتمون میشد بهادر. با یادآوری بهادر یاد قرارمون افتادم و آه از نهادم بلند شد. انقدر امروز کار داشتم و هزار بدبختی که ترسیدم. اصلاً الانم دیگه فایده ای نداره. آخه تو این وضعیت کی دیگه به فرار و اینجور چیزا فکر میکنه؟ بالاخره انتظار تموم شد و یکی یکی از اتاقاشون زدم بیرون. زیبا که دید چقدر حالم بده اصلاً کاری به هم نداد و گفت امروز استراحت کنیم. خودشم میدونست تو چه برزخیم الان. زیر اجاقا رو روشن کرده بودن که بالاخره نریمان از اتاقش زد بیرون. بی اختیار از جام بلند شدم و مسیر رفتنش رو نگاه کردم. رفت طرف اتاق خان. انگار سنگینی نگاهم و حتی از این فاصله هم حس کرده بود که برگشت و نگاهش به من افتاد. چند ثانیه مکث کرد و رفت داخل اتاق. استرسم بیشتر شد و از شدت ضعف تکیه‌مو دادم به دیوار اتاق و نشستم رو زمین. هوای اتاق خفه بود و اصلا دلم نمیخواست برم داخل. هر کس که از اتاقش میومد بیرون نگاهی به من مینداخت و سری از تأسف تکون میداد و میرفت دنبال کارش. آفتاب نصف عمارت رو گرفته بود که بالاخره در اتاق خان باز شد. میمنت و آسیه که همیشه 2 جبهه مخالف بودن حالا شده بودن یک جبهه و کنار هم وایستاده بودن. تهمینه و توران و ماجانم کنارشون. اول نریمان از اتاق اومد بیرون و پشت سرش خان. از جام بلند شدم و چند قدم رفتم جلوتر. کمی حرف زدن و نریمان اومد طرف پله ها و مشتی رو صداش زد. مشتی از ته عمارت بدو رفت طرفش و نگاه ترسیده من قفل لبخند گوشه لب میمنت بود. نمیدونم به مشتی چی گفت که مشتی تون سرشو بالا پایین میکرد و چشم تحویل نریمان میداد. صدای در اومد و برگشتم پشت سرم. با دیدن ناریه خوابالود و گیج سر تکون دادم. چی شده نارگل؟ همیشه وقتی از خواب بیدار میشد گیج بود و تا چند دقیقه چیزی از روز قبل یادش نمی اومد. نمیدونم چه تصمیمی گرفتن. چشماش باز شد و انگاری که همه چی یادش اومد.
تکونی خورد. کو مامان؟ هنوز انباریه. به مسیری که مشتی تا انباری طی کرد و نگاه کردم. دقیقه بعد مامانو دست بسته آوردنش بیرون. از بیحالیش مشخص بود شب خیلی سختی و گذرونده. ناریه دوید طرفشو، منم بی اراده پاهام کشید طرفش. خان و خاندانش همچنان رو ایوون دست به کمر ایستاده بودن و به معرکه‌ای که راه انداخته بودن نگاه می‌کردن. هرچند این معرکه‌ای بود که خود مامان راه انداخت اول. مامان قربونت برم، خوبی؟ نگاه بیرمقش اومد طرفمون و لبخندی به لب آورد. نگران نباشین. تهش اونی که میبازه ما نیستیم. مامان تو رو خدا ولش کن اینا رو. یه کاری کن. نترسین. روبروی پله ها وایستادیم که نریمان با اخمای درهم به من و ناریه اشاره زد بریم کنار. بی توجه به اشارش همچنان مصر کنار مامان وایستاده بودیم. خان اخماش درهم بود و میمنت و آسیه با لبخند گشادی نظاره‌گر بودن. به پونه که لباس سبز و زرد قشنگی تنش بود نگاه کردم. یک طرف وایستاده بود و با چشمای تنگ شده خیره من بود. نریمان گلوشو صاف کرد که همه توجه ها رفت به سمتش. خب تصمیم گرفته شد. ناریه باز نتونست طاقت بیاره و تندی گفت کی تصمیمو گرفته؟ تو مادرت؟ جری شد و میمنت داد زد ببند دهنتو دختره بی ادب. تو رو کنار مادرت از در این عمارت آویزون نکنم میمنت نیستم. خان نگاه تندی بهش انداخت که ساکت شد. نریمان بی توجه به همه دوباره گفت گوش کنین همه. برگشتم به جمعیت پشت سرم نگاه کردم. به جز خدیجه و زیبا و چند نفر دیگه بقیه همه لبخند به لب داشتن. خصوصا شربت. دیشب گل‌آفتاب خودشو انداخته تو اتاق خان و بقیه این ماجرا رو خودتون شاهد بودین. امروز براش تصمیم گرفته شد. سنگسارش میکنیم تا درسی بشه برای بقیه زنای آبادی که نخوان همچین کارایی کنن. با وحشت به مامان نگاه کردم و ناریه پرید وسط حرف نریمان و شروع کرد به داد و بیداد. سنگسار کنین؟ همه این مردم شاهد بودن خان گفت مادرمو صیغه کرده. الان سنگسار کنین؟ این بود عدالتت؟ این بود میگفتن نریمان خان عادلیه؟ بسه! همه و پچ پچ بالا گرفت که نریمان دوباره داد زد بسه! صداها خوابید و نگاه من رو مامان بود. هنوز بهش امید داشتم که کاری کنه. دست ناریه رو که گرفت به معنی سکوت بی اراده لبخندی نشست رو لبام. آره مامان نقشه‌ای داشت. شما نمیتونید منو بکشید. با صدای مامان همه متعجب نگاهش کردن که در حین ناباوری دستشو برد بالا و گذاشت رو شکمش. بچه خان تو شکم منه. من حامله‌ام. با چشمای گرد شده و شاید بیشتر بهت زده به شکم مامان نگاه کردم. حامله؟ مامان حامله بود؟ از خان؟ میتونید قابل صدا کنید ماینم کنه. نریمان ماتش برده بود و میمنت با دهن باز شده سر تکون میداد. خان با دستش نریمانو پس زد و اومد جلو. از پله ها اومد پایین و روبروی مامان وایستاد. مامان با ناراحتی بهش گفت من بچه‌تو تو شکمم داشتم و تو حکم سنگسار منو امضا کردی؟ گل‌آفتاب. مامان ازش رو گرفت که خان گفت دیگه نمیذارم گربه رقصونی کنن. برگشت سمت ایوون و رو به سکینه داد زد سکینه بیا گل‌آفتاب رو ببر تو اتاق. قابله خبر کنین. مامان با سری تکون داد. فکر میکنی دروغ میگم؟ اشکالی نداره. قابله خبر کن. نه گل‌آفتاب نه. میدونم حامله‌ای. دیشب تو انباری بودی. باید ببینیم بچه چطوره. نریمان اومد پایین و گفت وای به حالت اگه دروغ گفته باشی. برو عقب نریمان. از الان هر کدومتون به گل‌آفتاب نزدیک بشه خودم پرتش میکنم بیرون. میمنت پیش دستی کرد و گفت اگه این توی این عمارت بمونه من میرم. آسیه هم طبق معمول دیشب گفت منم میرم.
نگاهشون برگشت سمت ماجان که سری تکون داد و راه کج کرد سمت اتاقش. این یعنی ماجان انقدر پسرشو میشناخت که بدونه این تهدیدا الان روش اثری نداره. جفتتون تا ظهر وسایلتون رو جمع کنید. غروب نشده رنگی ازتون تو این عمارت ببینم جاتون تو انباریه. رنگ از روی میمنت رفت و نگاه حیرت زدش نشست رو آسیه. سر و صداها بالا گرفته بود و هر کس یه چیزی میگفت. گیج شده بود اما نگاه هم مدام به هر طرفی کشیده میشد. سکینه مامانو برد بالا و یکی رفت دنبال قابله. من و ناریه رفتیم دنبال مامان که تو اتاقی بردنش و سکینه براش جا انداخت تا دراز بکشه. صدای نریمان میومد که داشت با خان بحث میکرد و خان میگفت باید از این عمارت برن. زن باید تابع حرف شوهرش باشه. سکینه پا شد در و بست و صداها کمتر شد. مامان با لبخند سری تکون داد. نگران نباشین. دروغ نگفتم. ناریه نگاهش رفت رو شکم مامان. چند وقت سیغشی؟ چند هفته‌ای میشه. امروز عقدم میکنه. حالا ببینید. از امروز هر جفتتون باید بشینین و استراحت کنید. دیگه تموم شد کلفتی برای میمنت. ناریه که مثل همیشه شوق و ذوق تو چشماش بیداد میکرد و من طبق معمول نیمه خالی لیوان رو نگاه میکردم و ترس نشسته بود به دلم. مامان، حتی اگه تو بشی زن ارباب و بچهش رو هم به دنیا بیاری باز من میترسم. از کی؟ میمنت و آسیه که الانم باید برن. نه، از نریمان. مامان، نریمان پسر خانه. خانه بعدیه این آبادیه. به این راحتی کوتاه نمیاد. کوتاه میاد. من میشناسم همشونو. الانشم عذاب وجدان کاری که میخواست با من بکنه آرومش نمیذاره. نریمان مرد خوبیه. ناریه با نفرت گفت هیچم اینجوری نیست. ازش متنفرم. همشون دروغگوان. صدای قدمایی نزدیک شد و در اتاق باز شد. زنی که بغچه زیر بغلش زده بود سلامی کرد و اومد تو. اربابم پشت سرش. با اشاره سر مامان من و ناریه رفتیم بیرون تا مامانو معاینه بکنن. با صدای نالش دلم ریش می شد. صداش که قطع شد نگاهی به اون سمت ایوون انداختم. ظاهراً اونا هم مثل ما خیلی استرس این بچه رو داشتن. در اتاق باز شد و خان با چشمای برق زده از اتاق زد بیرون. مستقیم رفت سمت اتاقش و بلند داد زد مشتی امروز چند تا گوسفند قربونی کنین. گوشتشو به همه اهالی روستا میدین. میگین سرسلامتی پسر خان. همه متعجب نگاش کردیم. منظورش کی بود؟ پسر خان؟ نریمان یا نکیسا؟ به همه اهالی بگو خان دوباره داره پدر میشه. تا 3 روز جشن و پایکوبی به پاس. قدسی که کنار میمنت بود دوید طرفش. بله خان. زیر دیگار رو روشن کنین. حیاط عمارت رو ریسه بکشین. امشب مهمون داریم. به مناسبت بچه گلافتاب. خان رفت تو اتاقش و من و ناریه با لبخنده‌ای که تبدیل به خنده شد به هم نگاه کردیم. هیاهوی افتاده بود تو عمارت که اون سرش ناپیدا. دم در عمارت 13 تا گوسفند قربونی کرده بودن که از بالا آویزونشون کرده بودن و داشتن تمیزشون میکردن. زیر دیگای بزرگ روشن شده بود و همه مشغول انجام یک کاری بودن. نمیدونم مامان به خان چی گفته بود که به همه دستور داد من و ناریه از این به بعد کار نمی کنیم و پیش مامان میمونیم. صورتها فقط دیدنی شده بود. خصوصا شربت که فقط با نفرت نگاهمون میکرد و الان تو رأس دیدمون بود. داشت با 2 نفر دیگه مرغا رو تمیز میکرد. لبخندی رو لبم نشست از دیدنش. امشب خیلی خوشحال بودم که ضیافت گرفتن. چون به احتمال 99% بهادرم میومد و میتونستم ببینمش. اصلا اینجوری خیلی بهتر شد. حالا اگه میخواستیم ازدواج کنیم خیلی راحت تر میشد. هم خانواده بهادر دیگه مخالفت نمی‌کردن چون حداقلش این بود من دیگه نوکر این عمارت و آدماش نبودم. هم از طرفی با این اتفاقی که افتاد
نریمان و میمنت دیگه عمرم بذارن نکیسا بیاد منو بگیره یا سیغه کنه. هیچ وقت فکر نمی کردم مامان واقعا بتونه اینجوری زندگی هممون رو نجات بده. یادم از وقتی بچه بودیم به جفتمون یاد داده بود گرگ باشیم. میگفت یا گرگ باشین چنگ بندازین بکشین یا گرگ میشن چنگ میندازن میکشنتون. شاید ناریه شبیه مامان بود. اما من هیچ وقت نتونستم با اینجور زندگی کردن کنار بیام. من از اولشم نه سیاست داشتم نه زرنگی خاصی. دنبال جا و مقامم نبودم. فقط دلم میخواست با یکی که دوستش دارم ازدواج کنم و تا آخر عمر با هم باشیم. ناریم همیشه به این افکارم میخندید و میگفت انقدر که ساده و احمقی. نارگل، مامان داره صدامون میزنه. رفتم سمت اتاق مامان. رو تشکی که براش پهن کرده بودن نشسته بود. بیاین اینجا. رفتیم طرفش و روبروش نشستیم. مامان به سکینه نگاهی انداخت. برو بیرون و در رو هم ببند. چشم خانم جان. سکینه رفت سمت بیرون و مامان که از رفتنش مطمئن شد گفت خب تا اینجاشو من هر کار تونستم انجام دادم. از اینجا به بعد با شماست. ناریه متعجب گفت یعنی چی؟ یعنی یکم زرنگ باشین. امشب یک مهمونی بزرگه و منم که کنار خان میشینم و تو دیدم. شما بیاین کنار من. بذارین همه شما رو ببینن. ببینن که شما کی هستین. نارگل، تو احمق نباشو. نکیسا رو بکش طرف خودت. ناریه، از من میشنوی؟ انقدر زرنگ و خوشگل هستی که بتونی نریمانو خامش کنی. چشمام گرد شد و با حیرت خیره ناریه شدم. اما انگار اصلا تو این دنیا نبود. رفت تو فکر. چرا احساس میکردم لبخند کمرنگی گوشه لباشه؟ چی میگی مامان؟ آخه مگه الکیه؟ نریمان الان به خون ما تشنه است. عمرن نمیذاره نکیسا از 10,000 کیلومتری من رد بشه. بعد میگی نکیسا و نریمان رو شکار کنیم؟ احمق نباش نارگل. نکیسا احمق و بیورزه است. اصلا به حرف نریمان گوش نمیده و خیلی کارت راحته. چون همین جوریشم هر کاری برای تو میکنه. فقط باید یکم زرنگ باشی تا 2 روزه عقدش بشی. کار سخت بر عهده ناریه است. نریمان اصلا مثل برادرش و میمنت احمق نیست. خیلی زرنگ و باهوشه. میتونی ناریه؟ ناریه سری به نشونه مثبت تکون داد که لبخندی نشست رو لب مامان. آفرین، شما دخترای منی. یادتون نره. مامان، من این کارو نمی کنم. بی خود. نمی کنم مامان. چرا؟ وقتش بود از بهادر می گفتم یا نه. می ترسیدم مامان واکنش تندی نشون بده. اما نمی تونستم ساکت باشم و نکیسا رو پذیرا بشم. مامان، شما الان میخواین ما با یه آدم پولدار ازدواج کنیم دیگه. خب حالا هر آدمی به جز نکیسا. من ازش متنفرم مامان. نکیسا نه. کی پس دختر؟ مثلا دوستش چطوره؟ چشمای ناریه گرد شد و برخلاف اون مامان با چشمای تنگ شده که حالت نگاهش به شدت تهدیدآمیز بود گفت دوستش کیه؟ ناریه زیر لب گفت بهادر رو میگه. پسر اون تاجره که با دختراش میان امارت. امشبم هستن حتما. مامان براق شد سمتم و نیشگونی از دستم گرفت که سری خودم رو کشیدم عقب. آخ مامان، ذلیل بشی. چرا اون؟ یهو همه رو ول کردی چسبیدی به اون؟ یه کاره؟ چه غلطی داری میکنی؟ معلوم هست؟ خودت میگی با یه آدم پولدار. منو سیاه نکن نارگل. تو بی خودی حرفی نمیزنی. حرفی زده؟ چیزی گفته بهت؟ سرمو انداختم پایین و ناچار سری تکون دادم. ازم خواست با شما حرف بزنم و راضیتون کنم که من و اون با هم ازدواج کنیم و از اینجا فرار کنیم. چون نکیسا نمیذاره ما به هم برسیم. ناریه دستشو گذاشت رو دهنش و هایی کشید. مامانم ما تو سکوت بدون هیچ عکس‌العملی نگام کرد و این نگاهش برام بیشتر ترسناک بود. معلوم نبود باز چه نقشه‌ای تو سرشه. امشب میاد؟ نمیدونم. حتما میاد دیگه.
چند بار باهاش حرف زدی؟ سرمو انداختم پایین و زیر لب گفتم خیلی. ناریه با حرص گفت من خرو بگو فکر میکردم تو چقدر ساده ای. نگو آب نمیدیدی. یعنی تو آب رو میدیدی ها، ما نمیدیدیم. مامان اخماشو کشید تو هم و تکیه‌شو داد به دیوار. خیلی خوب، دعوا نکنید. شب بفرستش بیاد جای من. به گوشام اعتماد نداشتم. باورم نمیشد مامان به این راحتی و سادگی از این موضوع بگذره و چنین حرفی بزنه. گفتم الانه که پاشه از گیسام بگیره دور این عمارت تابم بده. کوفته چی؟ میگم امشب بفرستش بیاد جای من حرف بزنم باهاش. لبخندم بزرگ و بزرگتر شد. انقدر که مامان دوباره به هم چشم قره رفت و توپید به هم. دختره خیره سر. گم شو برو از جلوی چشمام. چه خوششم اومده. دوباره نیشگونی ازم گرفت که بی اراده آخی گفتم و سری از جام بلند شدم. اما انقدر خوشحال بودم که اصلاً اهمیتی ندادم و از اتاق زدم بیرون. رو ایوون بودم که ناریه هم اومد بیرون. به جز ماجان و آسی و دختراش کسی دیگه رو ایوون نبود. همه یک جور بدی نگام میکردن. سنگینی نگاهشون داشت عذابم میداد که با تکون دست ناریه ازشون چشم برداشتم. کجایی؟ حواست به من باشه. چیه؟ ور پریده. یعنی چی که دیدیش؟ یعنی یواشکی با هم حرف میزدین؟ کی؟ کجا؟ حتی فکر این که بخوام بهش بگم شب و یواشکی از اتاق میرفتم بیرونم مو به تنم سیخ میکرد. مامان اگه میفهمید بدون شک و 1% تردید این بار واقعا زنده زنده آتیشم میداد. با تو هم 2-3 بار فقط دیدمش دیگه با نکیسا. تو که گفتی حرف زدیم. ولم کن ناریه. خواستم از کنارش رد بشم که باز بازومو گرفت. تو به من بگو، من قول میدم که به مامان نگم. میگی. نمیگم به خدا، به جون مامان. چند باریه روزا پشت باغ قرار میذاریم، میریم اونجا. با چشمایی گرد شده گفت روزا؟ تو روز؟ پس کی؟ شب بریم؟ با چه جرأتی؟ احمق، اگه کسی ببینتتون چی؟ خب دیگه حالا که رفتیم کسی هم ندیده. تازه برام کلی سوغاتی آورده. کجا؟ کو؟ قایم کردم مامان نبینه بگه از کجا. اینم اون آورده. ارزون خریده بتونم استفادهش کنم. با دستم گردنبند انار رو لباسم لمس کردم. قشنگه نه؟ کجا قایم کردی؟ نمیگم. به مامان میگی میکشتم. الانشم همینطوری برم بگم میکشتت. گفتم به مامان نمیگم. تو باغچه زیر اون درخته. وا زیر خاک؟ آره تو جعبه گذاشتم. 1 لباسه و چند تا از این خرت پرتا. بیا بریم ببینیم. بی خیال ناریه. الان کسی میبینه. بذار شب یا بعدن. به اطراف نگاهی انداخت و سری تکون داد. خیلی خوب. فعلا بیا بریم ببینیم چیزی پیدا میشه بپوشیم. کنار مامان نشسته بودم و به خوراکیای خوشمزه‌ای که پیش روم بود ناخونک میزدم. ناریه هم بهم چشم قره میرفت که انقدر ندید بدید بازی در نیار. بالاخره سکینه برامون 2 تا لباس خوب گیر آورد که بپوشیم. مامان کلی ازم تعریف کرد و گفت من به هر کس شوهرت نمیدم. طرف باید خیلی آدم حسابی باشه. بهادر از سر شب اومده بود و تو یک فرصت بهش گفتم با مامانم حرف زدم. بره پیشش. اما خان از کنار مامان جم نمیخورد و موقعیتش نبود. هرس میخوردم و خودخوری میکردم. اگه امشب رد میشد دیگه کی موقعیتش جور میشد. نکیسا که خیره به هم بود و بهادر که کنارش نشسته بود مدام چشم قره به من بیچاره میرفت و من ناخودآگاه دستم میرفت به 4 قدم و گیسام. البته قند تو دلم آب میشد از این اخماش و غیرت خرج کردناش. مامان همیشه میگفت یک مرد وقتی رو زنی غیرت داره که دوستش داره و ناموسشه. نریمان اما از سر شب رو ایوون نشسته بود و ریز ریز مهمونی رو زیر نظر گرفته بود. یک بارم که رفتم به بهادر بگم بره پیش مامان نگاه تیزش رو خودم احساس کردم و سری عقب گرد کردم.
بالاخره ماجان خانو صدا زد و مامان تنها شد. بهادرم از فرصت استفاده کرد و رفت طرفش. نریمان همچنان رو ایوون نشسته بود و با چشمای تیزش داشت به من و بهادر نگاه میکرد. نگاه هم رفت سمت نکیسا که متوجه این موضوع شده بود. بالاخره بهادر با مامان حرف زد و از لبخندی که تا آخر شب گوشه لبش بود میشد فهمید مامان لج نکرده با این موضوع و موافقه. انقدر خوشحال بودم که سر از پا نمیشناختم. مهمونی که تموم شد برای اولین بار مستقیم رفتم تو اتاقمون و مجبور نبودیم تا صبح بیدار باشیم که تو حیاطو مرتب کنیم. اولین شبی بود که میخواستیم تو اتاقای عمارت بخوابیم. باورم نمیشد. دیشب تا صبح داشتم گریه میکردم برای بخت سیاهمون و الان سرمو تو این اتاق گذاشتم رو زمین و میخوام بخوابم. نگاهی بین من و ناریه رد و بدل شد و مامان از جاش بلند شد و گفت دوباره دارم بهتون میگم. پس حواستون به خودتون باشه. تو اتاق بمونین تا میتونین. اصلا بقیه رو حساس نکنین. من نیستم. مواظب خودتون باشین. با کسی دعوا نکنین. لجم نیفتین. حتی اگه مستقیم فوشتون دادن باز کاری نکنین. چون من و ارباب نیستیم و کسی هم پشت شما نیست. دیگه سفارش نکنم. به زیبا میگم حواسش بهتون باشه. کی میای؟ سهراب که گفته 2-3 روزه برمیگردیم. ناریه تکرار نکنم. چشم حواسمون هست. نمیدونم چرا انقدر دلم شور میزنه. ناریه لبخندی زد و گفت شور نخوره مادر من. برو به سلامت. اتفاقی نمیفته برای ما. اونم جلوی این همه چشم. میدونن من و نارگل طوریمون شه. انگشت اتهام میاد طرف خودشون. پس نمیان خودشونو خراب کنن. خیلی خوب مواظب باشین. پس خداحافظ. به سلامت. مامان از اتاق رفت بیرون و با خان از عمارت خارج شدن. خان میخواست بره شهر 2-3 روزی از املاکش سرکشی کنه و مامانم میخواست همراه خودش ببره. وقتی میمنت و آسیه فهمیدن چنان آتیشی شده بودن که حد نداشت. مامان درست میگفت. الان که کسی رو نداشتیم تو عمارت باید حواسمون باشه با کسی لج نیفتیم و دعوا نکنیم. خب اینم از مامان. حالا چی کار کنیم؟ ناریه شونه‌ای بالا انداخت. کاری نمیتونیم بکنیم. برو پیشکشای بهادر رو بیار ببینیم. مامانم از بهادر خوشش اومده بود و دیشب قول داد تو این 3 روز اربابو راضی کنه به ازدواج ما. گره کار اینجا افتاده بود که نکیسا همچنان سفت و سخت پای حرفش وایستاده بود و به خان گفته بود که منو میخواد و خانم چند باری به مامان گفته بود این موضوع و ظاهرا مخالفتی نداشت. از این بابت بیشتر میترسیدم. خصوصا که رفت آمد بهادر و نکیسا هم کم شده بود. احساس میکردم نکیسا از چیزی بو برده. میترسیدم که پای حرفش وایسته و منو مجبور کنه سیغش بشم. که البته اگه قرار بود این اتفاق بیفته حتی بدون مامان و ناریه هم از این آبادی فرار میکردم. کادوهای بهادر رو دونه دونه به ناریه نشون دادم و اونم با شوق و ذوق نگاهشون میکرد و میگفت خیلی قشنگن. لباسمو برای اولین بار تنم کردم. دقیقاً اندازه تنم بود. ناریه مدام سر به سرم میذاشت و گفت حالا که مامان نیست لباسشو تنم کنم تو حیاطم یه مانوری بدم که ببینه تو تنم لباسو. هرچند اگه تو این 2-3 روز بیاد عمارت. بی‌حوصله نشسته بودیم کنار هم و داشتیم حرف میزدیم. ناهار خوردیم و همچنان تو اتاق بودیم. نارگل پاشو بریم بیرون یک دوری بزنیم. حوصله‌ام سر رفته. نه ناریه باز مشکلی پیش میاد. آخه چه مشکلی؟ چه میدونم. دیدی باز میمنت گیر داد بهمون و بحث شد. این بار کسی نیست ازمون حمایت کنه. نه چیزی نمیشه. پاشو بریم. چیزی هم گفتن جوابشونو نمیدیم. سری تکون دادم و با تردید از جام بلند شدم. اما هنوز قدمی بر نداشته بودم که صدای فریاد میمنت بلند شد. نگاهی به ناریه انداختم و دویدم بیرون. ناریه هم پشت سرم. میمنت و آسیه بودن که روبروی هم وایستاده بودن و صدای داد و فریادشون
به قدری بالا رفته بود که من ترسیده بودم. کم کم همه جمع شدن و ماجان هم از اتاقش اومد بیرون. اما هر چقدر بهشون اخطار میداد فایده ای نداشت. کسی هم تو عمارت نبود جز نرگیسا که خب هیچ کاری از دستش بر نمی اومد. کسی توجهی بهش نداشت. انقدر که بی‌عرضه و بی دست و پا بود. ماجان عصاشو محکم به زمین کوبید. بس کنین. از صدای فریاد ماجان بالاخره ساکت شدن. ساکت چین جفتتون. الان برین تو اتاقاتون. همین الان. میمنت خواست حرفی بزنه که ماجان با ساکتش کرد و فرستادشون تو اتاقشون. متعجب بهشون نگاه کردم. اصلا دعوا سر چی بود؟ نمیدونم. اسم ازدواج و اینا می اومد. فکر کنم آسیه دختر میمنت رو خواستگاری کرده. با چشمایی گرد شده گفتم برای کی؟ چه میدونم. کسی رو هم نداریم ازش بپرسیم. دوباره برگشتیم تو اتاق. آخه بس سر چی بحث داشتن؟ من شنیدم که فقط اسم ملک تاج وسط بود. خب پس بگو میمنت خواستگاری کرده نه آسیه. نمیدونم. این چند روز آخر که خوب با هم جیک تو جیک شده بودن. ولی بازم فکر نمی کنم. بعدم میمنت یا آسیه کیو دارن که بخوام براشون خواستگاری کنن. میمنت یک برادرزاده داره که زن داره. آسیه هم فکر نکنم کسیو داشته باشه. ناریه شونه‌ای بالا انداخت. منم گیج شدم. تا شب برا خودمون نظر دادیم و فکر کردیم که دلیل دعواشون چی بوده و به نتیجه‌ای نرسیدیم. آخر شب بود که ناریه جاشو انداخت بخوابه و منم پا شدم برم دست به آب. پاشو رو ایوون وایستا برم بیام. خودت برو دیگه. کی میخواد بخورتت؟ 2 قدم راهه. میترسم ناریه. برو خودتو لوس نکن. کلافه از در زدم بیرون و نگاهی به اطراف انداختم. هیچ کس تو حیاط عمارت نبود. از پله ها رفتم پایین و مدام اطراف نگاه میکردم. ترس افتاده بود به جونم و احساس میکردم کسی پشت سرمه. سرعت قدمامو بیشتر کردم و با چشمام دنبال صادق میگشتم. شبا تو حیاط عمارت نگهبانی میداد که دزد نیاد. پشیمون شده بودم. ای کاش نمی اومدم. به قدمام سرعت دادم و داشتم میرفتم که تو یک لحظه دستی نشست رو دهنم و کشیده شدم پشت دیوار انباری. با چشمای وحشت زده به صورت نکیسایی که نفس نفس میزد نگاه کردم. خواستم پسش بزنم عقب که محکمتر نگهم داشت و قفلم کرد به دیوار. دستش همچنان رو دهنم بود و با دست دیگش دستامو گرفته بود. خودمو محکم تکون دادم که از دستش آزاد بشم اما صفر نگهم داشته بود. هیس. ساکت شو نارگل. میخوام باهات حرف بزنم. ترس افتاده بود به دلم و نمیتونستم آروم بگیرم. سرمو به چپ و راست تکون میدادم که فشار دستش رو دهنم بیشتر کرد. خودت خواستی. تو رامبشو نیستی. میخوای زن من نشی؟ چشم دنبال بهادره؟ مادرم راست میگه. تو قدر نشناسی. حیفه که بشی زنم. باید به زور زنت کنم و ولت کنم تا خودت بیای به دست و پام بیفتی. تا صیغت کنم. با چشمای گرد شده از فرط ترس به عصبانیت صورتش نگاه کردم. از اولشم باید همین کارو میکردم. پامو تکون دادم که بزنم رو پاش اما محکمتر قفلم کرد. کاملا چسبیده بود به هم و حتی نمیتونستم یک سانت جابجا بشم. اشکام شروع کرده بود ریختن رو گونم و از شدت ترس دست و پام سر شده بود. اگه واقعا خریت میکرد و کاری میکرد چی؟ باید چی کار میکردم؟ اگه به هم دست میزد خودمو میکشتم. فرصت پیدا کردم که هلش بدم عقب اما پاشو انداخت زیر پام و محکم زدم زمین. خودشم نشست رو پاهام. تکون میخوردم و تقلا میکردم. تو دلم خدا رو صدا میزدم و با اینکه دهنمو بسته بود اما دست از تلاش بر نداشتم. خودم آدمت میکنم. مادرم راست گفت. باید از اولم همین کارو باهات میکردم. دستش رفت سمت لباسم. اشکام با شدت بیشتری میریخت رو گونه هام که احساس کردم سایه‌ای رو دیدم. چشمم به روبروم بود که در عین ناباوری
بهادر دوید سمتم و نکیسا را با یک حرکت برداشت از رو من و پرتش کرد رو زمین. ترسیده و نگران بود. نارگل، نارگل. با بیحالی خودم رو کشیدم گوشه دیوار رو شروع کردم به گریه کردن. نکیسا حمله کرد به بهادر و با هم درگیر شدن. جیغ کشیدم و کمک خواستم. اما انگار هیچکی اون اطراف نبود. پا شدم خودم جداشون کنم که بهادر تو یک حرکت نکیسا رو محکم هلش داد و نکیسا به پشت افتاد رو زمین و از صدای بلندی که از برخورد سرش با زمین ایجاد شد سر جام خشکم زد. چشمای خشک شدم به صورت نکیسا بود که با دهن بازمونده بیهوش شده بود و خونی که از زیر سرش را افتاد. بهادر بیشتر از من ترسیده بود و شوکه شده بود. عقلم برای یک لحظه به کار افتاد و رفتم سمت بهادر و ضربه‌ای بهش زدم. فرار کن. نگاه خشک شدهش هنوز رو نکیسا بود که ضربه محکمی زدم تو گوشش. تکونی خورد و نگاهش اومد رو من. فرار کن بهادر، زود باش فرار کن. هولش دادم که پا گذاشت به فرار و منم خواستم به سمت دیگه‌ای بدوم که با صدای فریاد نریمان برگشتم سمت بهادر. تو دستای نریمان گرفتار شده بود و تقلا میکرد که بتونه فرار کنه. نریمان شروع کرد به داد و بیداد. برخلاف چند دقیقه پیش که من داشتم جون میدادم و هیچ کس پیداش نبود، همه مثل مور و ملخ ریختن تو حیاط عمارت. 2 نفری بهادر رو گرفتن و نریمان دوون دوون اومد طرف من که کنار نکیسا خشکم زده بود. خم شد، نکیسا را از رو زمین کمی بلند کرد و چشمش که به خون رو زمین افتاد بهت زده نکیسا را تکون داد. نکیسا، نکیسا، چشماتو باز کن، نکیسا. صدای فریادای بلندش تو گوشم میپیچید و صدای جیغای میمنت هم بهش اضافه شد. ناری اومد طرفم و روبروم وایستاد. دستاشو گذاشته بود 2 طرف صورتم و داد میزد و من فقط چشمم رو بهادری بود که دست از تقلا برداشته بود و خیره من بود. صدای داد و بیداد و میشنیدم اما گنگ و نامفهوم. چشمم به بهادر بود و کم کم همه جلوی چشمام تار شدن. افتادم رو زمین و دردی تو سرم پیچید. نارگل، نارگل. به سختی چشمامو باز کردم و به ناریه نگاه کردم. نارگل، بیداری؟ قربونت برم، بلند شو. چند بار پلک زدم تا بتونم واضح‌تر اطرافو ببینم. چی شده؟ یادت نیست؟ دیشب غش کردی. اتفاقای دیشب برای یک لحظه یادم اومد و تندی پا شدم نشستم سر جام که درد شدیدی پیچید تو سرم. بهادر، بهادر کجاست؟ ناریه چشماش اشکی شد. از جام بلند شدم که دستمو گرفت. کجا؟ بهادر چی شد؟ ناریه، صدای چیه؟ صدای گریه و زاری از بیرون می اومد. خواستم برم سمت در که ناریه بلند شد و جلومو گرفت. الان نرو بیرون. تو رو خدا بگو چی شده؟ بهادر کجاست؟ نکیسا مرده؟ مات و مبهوت با دهن نیمه باز خیره ناریه شدم که سرشو به نشونه مثبت تکون داد. دوستای نازنینم، ازتون خیلی خیلی ممنونم که همراه من هستید. اگر هنوز عضو چنل ما نشدید، ممنون میشم با فشردن دکمه سابسکرایب از ما حمایت کنید تا بتونیم با انگیزه و قدرت بیشتر به کارمون ادامه بدیم.